این دور موتور رو نگاه کنید چقدر نوسان داره. توی حالت درجا یه خورده‌ای بازی میکنه، نمیتونه خودش رو تنظیم کنه. حالا یه ایراد شایعی که برای ماشین به وجود میاد، مخصوصا تو اونایی که دریچه گازشون برقیه، همین نوسان دور موتوره. حالا بریم که دلیلش رو کامل براتون توضیح بدم. قبل از اینکه این مسئله رو برات بگم، ممنون میشم که پست ما رو لایک کنید. حالا این دریچه گازهای برقی خیلی به کثیفی حساسه. اگر کثیف بشه عملکردشون رو مختل میکنه. مثلا میبینی دور موتور تو حالت درجا یه خورده نوسان داره که حالا جدای از بخشای دیگه یکی از دلیلاش همین کثیف شدن دریچه گازه. از اون طرف چون این شیلنگای بخار و روغن اومده وصل شده به منیفول، خیلی زود به زود کثیف میشه. خیلی راحت شما میتونی با یه اسپری انجکتور شور این دریچه گازو شستشو بدی و مشکلت برطرف میشه. فقط نکته‌ای که هست، تا اونجایی که میشه سعی کن دریچه گازو کامل از روی کار باز کنی، بیاری روی میز کار، هر دو سمتشو با اسپری شستشو بدی. حالا اگر که از این مطالب خوشت اومد، 3 تا دونه قلب قرمز کامنت کن.